سلام، من علیپور هستم، مهدی علیپور، دکتر استارتاپ. در این بخش میخوایم با هم یه مروری داشته باشیم بر روی بوم مدل کسب و کار و از طرفی توضیح بدیم که چرا برای راهبری یک استارتاپ ابزار خیلی مناسبی نیستش. همونطور که در بخش‌های گذشته توضیح دادم، ابزار بوم کسب و کار برای ایده پردازی اولیه و تحلیل کلیات یک ایده ابزار مناسبیه. ولی برای کار جدی‌تر و کاهش ریسک و افزایش ضریب موفقیت شما باید از ابزارهای مناسبتری استفاده بکنید. در نظر داشته باشید که درک درست شما از بوم مدل کسب و کار میتونه نقش بسیار مهمی در یادگیری بوم ناب داشته باشه. همونطور که در ویدیوی بوم مدل کسب و کار توضیح دادم، این بوم یک ابزار بصری هستش که اجزای کلیدی یک مدل کسب و کار رو به تصویر میکشه. یه جورایی این ابزار زبان مشترکی هست بین اعضای یک پروژه که بتونن جنبه‌های مختلف یک کسب و کار رو درک کنن و در مورد اون با هم صحبت و ایده پردازی داشته باشن. گفتیم این بوم به دو قسمت سمت راست و سمت چپ تقسیم میشه. قسمت سمت راست جایی هستش که شما به ایده پردازی میپردازین. معمولا استارتاپ ها در فاز ایده پردازی بیشتر از این بخش بوم استفاده میکنن. بخش سمت چپ بخش منطقی یک کسب و کاره که در بسیاری از کسب و کارها مشترک هستش. در اینجا از ایده پردازی خیلی خبری نیست. این 9 جزء یا همون 9 جزء مربوط به مدل کسب و کار شامل بخش مشتریان یا Customer Segment، بخش ارزش پیشنهادی یا Value Proposition، کانال‌های ارتباطی یا Channels، بخش ارتباط با مشتریان یا Customer Relationships، درآمدها یا همون Revenue Stream، فعالیت‌های کلیدی یا Key Activities، منابع کلیدی یا Key Resources و بخش شرکای کلیدی یا همون کی پارتنرز و در نهایت بخش هزینه ها یا کاست استراکچر هست. گفتیم که شما در این بورد با بخش مشتریان و ارزش پیشنهادی ایده پردازی رو شروع میکنید و گام به گام پیش میرید. اگر خواستید اطلاعات دقیق‌تری در مورد هر یک از اجزای این بوم به دست بیارید، میتونید از ویدیوی آموزشی که در این وبسایت ارائه شده استفاده کنید تا با هر یک از این بخش‌ها دقیق‌تر آشنا بشید. البته در همین فصل یک مثال کامل جهت درک بهتر این بوم ارائه میشه. گفتیم که مدل کسب و کار منطقی هستش که شما ارزشی رو به مشتری ارائه میدید و با این کار درآمد کسب میکنید. بوم مدل کسب و کار هم ابزاری بود برای به تصویر کشیدن فرضیه های شما. ببینید شما یک سری مشتری دارید، ارزشی رو از طریق کانال ها به دست اونها میرسونید، با اونها یک رابطه خوب برقرار میکنید. اینها همه باعث ایجاد درآمد برای شما میشه. از طرفی شما برای اجرایی کردن این موارد نیاز به یک سری منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی و احتمالاً یک سری شرکای کلیدی دارید. خب همه این موارد یک سری هزینه برای شما به همراه خواهند داشت که باید اونها رو در نظر بگیرید. این بوم به شما کمک میکنه که این اجزاء نهگانه‌ای رو که توضیح دادم به تصویر بکشید. بسیار خوب، این هم یه مرور مقدماتی از بوم مدل کسب و کار. خیلی خوشحال میشم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق همین وبسایت و یا یکی از روش‌هایی که در این اسلاید ارائه شده برام بفرستید. تا آموزش‌های بعدی، فعلا خدا نگهدار.